به نص قرآن کریم شرک بزرگترین گمراهی و گناهی نابخشودنی است. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله گناه شرک را نمی بخشد و هر گناهی جز شرک را برای هر کس که بخواهد می بخشد و هر کس به الله شرک ورزد در گمراهی دور و درازی افتاده است. توبه از شرک با روی آوردن به توحید امکان پذیر است و توحید با دوری از انواع شرک محقق می شود. پس ضروری است که شرک و انواع آن را بشناسید. شرک عبارت است از شریک گردانیدن غیر الله با الله در آنچه که ویژه الله متعال است. شرک بر دو نوع می باشد: الف شرک اکبر، ب شرک اصغر. شرک اصغر به هر گناهی اطلاق می شود که در کتاب و سنت از آن به شرک یاد شده است. اما به درجه شرک اکبر که سبب خروج انسان از اسلام است نمی رسد. هر آنچه که به شرک اکبر منجر شود شرک اصغر به شمار می رود. بنابراین شرک اصغر بسیار خطرناک و به طور مطلق از بزرگترین گناهان کبیره است، مانند ریا و خودنمایی مؤمن، و این غیر از ریایی است که از منافقان سر می‌زند. همچنین سوگند خوردن به نام غیر الله، فالگیری، مهره بستن و آویختن تعویذ از جمله شرک اصغر میباشد. شرک اکبر عبارت است از انجام عبادت برای غیر الله یا شریک گردانیدن غیر الله در هر نوعی از انواع عبادت، اعمز، دعا یا امید و رجا یا قربانی یا نذر و غیره. شرک اکبر بر 4 نوع است. 1. شرک در دعا و خواستن. به عنوان نمونه میتوان به کارهایی اشاره کرد که برخی از غلات و پیروان فرقه های بدعتی و گمراه و نیز هواداران دستجات و فرقه های منحرفی انجام میدهند که پیامبران و اولیا را صدا میزنند. دلیلش این فرموده الله متعال است که میفرماید: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. و هر کس معبود دیگری با الله بخواند هیچ دلیل و برهانی ندارد و جز این نیست که حسابش نزد پروردگار اوست. بیگمان کافران رستگار نمی شوند. 2. شرک در نیت و قصد و اراده، مانند ریای بزرگ و نفاقی که از منافقان سر می‌زند. الله متعال درباره منافقان می‌فرماید: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. و هنگامی که با مؤمنان روبرو می‌شوند می‌گویند ما نیز همانند شما ایمان آوردیم. 3. شرک در اطاعت. دلیلش این فرموده الله متعال است که
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم. آنان دانشمندان و راهبانشان و مسیح پسر مریم را به جای الله به خدایی گرفتند. 4. شرک در محبت. همچنان که الله متعال می‌فرماید: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. برخی از مردم معبودانی غیر از الله برمی‌گزینند که آنها را همانند الله دوست می‌دارند، اما مؤمنان الله را بیشتر دوست دارند. پس شایسته است که انواع شرک را بشناسیم تا با دوری از آن، از این گناه نابخشودنی که بزرگترین ورطه گمراهی است، رهایی یابیم.